нимашаби санияи 3 ба 4 январ метеоритҳо ба замин меафтад. ҳаракати дастаи метеоритҳо бо сурати баланд ҷараён мегирад. гуфта мешавад ки дар як дақиқа 2 метеорит эҳтимол ба замин меафтад ки шумораи онҳо зиёд аст. ҳодисаи афтодани онро дар вилояти суғд низ тамошо кардан мумкин аст. он хатар надорад, зеро ҳангоми афтодан аз ҳисоби гармии офтоб метеоритҳо дар роҳ об мешавад, мегӯянд нуҷумшиносон. طبق مشاهده‌های استرونوم‌ها و تحقیقات‌هایی که در رصدخانه‌ها پلانتارهای فدراسیون روسیه معین کرده شد، کوادرانتیت آنها با عددی بسیار کلان به سمت زمین روانه کرده میشوند و چخیلی که ما میدانیم هنگام متئوریت ها به زمین افتیدن قریب 97% آنها در بین اتمسفر گم شده میروند، آب میشوند. لیکن انا همین شعله با چخیلی که روزها میگن زویزدپد، این زویزدپد معنی آن را دارد که این متئوریت ها با سرعت های بی‌نهایت بلند به سمت زمین حرکت میکنند. انا همین شعله این متئوریت ها همچون زویزدپد نمایان شده. انا همین ماهی سنه 4 شب 4 ینوار از این مشاهده ها از طرف ابزرواتوری ها، رصدخانه ها و پلانتاری روسیه مشاهده کردگی در همان منطقه یک در آسمان ستاره‌زار انمی در تخمینا در یک ساعت تخمینا 150 متئوریت ها با توده ها با دسته ها به زمین میافتند که این را تخمینا حساب کرده شده است در یک دقیقه 2 متئوریت باید به سمت زمین روانه شود. افتیدن متئوریت ها به زمین حادثه های فیزیکی می باشد. در چند سال یک مرتبه رخ می دهد. نجوم شناسان میگویند که حادثه های مذکور به سلامتی انسان و یا طبیعت خطری جدی ندارد و باعث به تهلکه هم نیست. اوید افتش متئوریت ها یگان خیلی خواطری، یگان خیلی باید حادثه های аномальные явления میگن چخیل که و یا اینکه هنگام افتش متئوریت ها یگان بدبختی ها یا ناخوشی ها به زمین رخ میپیوندد. این از حقیقت دور میباشد. این همش های گفتگوزارهای چی میگن رویکی. حالا این به حقیقت راست نیست و وقتی که این متئوریت ها میافتند چخیل که من در بالا خرید کردم قریب 97% آنها در عقبت اتمسفر ما وای شده، آب شده، محلول شده میرود. یعنی خطر وجود ندارد. این مردمی خلق ولایت سوغد عموما تاجیکستان شهری خودشان یگان خیلی نباید چی به تهلکه افتند یا اینکه خواطری کشند. این یک عجایبات همین آسمان دیدن. این همین لحظه ها را هر کس مشاهده کرده نش از امکانیت ندانند. این همین خیلی حالتی میشود که ناخواست یا اینکه اتفاق случайно میکنن. ما هم در حیات هر روز ما مثال تخمین کردگی باشید بعضی فصل های تابستان یا اینکه بعضی آسمان صاف باشد یک نگاه کنیم اساسا این نصف شب هایی که همین حلقه کلانترین آفتاب یعنی ماه ینوار چخیلی که اثبات کرده شده چقدر که اگر آفتاب به نزدیک به زمین مسافت بین آفتاب و زمین نزدیک شود اگر مینیمال مسافت بیاد اگر حلقه درخشان آفتاب بر اعلی مشاهده کرده می شود. این چشم عادی که دیده نتوانند در رصدخانه ها با واسطه طریق تلسکوپ ها بر اعلی مشاهده کردن ممکن است. این همه شعله های و یک آسمان ستاره‌زار با یک عجایبات یک رنگارنگی یا اینکه رصدهای عجایب دقت جلب کننده رو میدهد. برای همین مشاهده ها رو همین ها رو پیشگویی میکنند. همچنین گفته می شود که در ماه ینوار سال 2024 مسافه آفتاب و زمین نزدیک می گردد. معیار مقرره مسافه آنها اگر 150 میلیون کیلومتر را تشکیل دهد، این در ماه ینوار به 147 میلیون کیلومتر خواهد رسید. این تحلیل ها از روی مشاهده و خلاصه نجوم شناسان برآورده شده است. این حالت تهدید به سلامتی انسان ندارد میگویند متخصصان. گزارش مفتون شکر و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.